سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 13 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. خبرنگار رادیوی آزادی جزئیات بیشتر را درباره حمله صبح 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد رودکی دریافت کرد. با رادیو آزادی معلوم شد که 4 ماشینی که حملگران استفاده کردند از جانب یک تاجر بازار کاروان فراهم شده است. مکان حمله را به جنگجویان جوانی نشان داده است که چند سال پیش در این دیدبانگاه خدمت کرده است. در برنامه خبری با ما بیایید تا از تفصیلات آگاه شوید. یادآور می‌شویم مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و حمله‌وران کشته شده را 15 نفر اعلان کرده بودند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و 1 کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاعات را تصدیق و یا رد نکردند تا هنوز. داعش روز 8 نوامبر حمله را بر عهده گرفته ادعا کرد که در آن حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشته است. بیننده ارجمند تفصیلات این موضوع را در برنامه اخبار خواهید دید. نقشه دعوت 90% اجرا شده است. شکایت ها از سرباز شکاری بیش از پیش می افزاید. حامیان حقوق انسان در تاجیکستان میگویند سال جاری نسبت به سالهای گذشته موردهای مراجعت ساکنان با آنها درباره تا رفت دغل‌تر شدن جریان جلب جوانان به خدمت بیشتر می شود. آن نوارهایی که نیز در اینترنت از منطقه‌های مختلف تاجیکستان این شب و روز در گردشند نشان می‌دهد چگونه در روزهای روشن جوانان را از داخل خانه و در کوچه ها با راه زوری به ماشین بار میکنند. امروز با قصه های نو در این موضوع گزارش خواهیم داد که پیشنهاد شما بینندگان عزیز خواهد شد. و حمله نوبتی افغانستان را تکان داد. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی این کشور که صبح امروز در یک منطقه سیر آدمی کنار این وزارت در شهر کابل ماشین سرشار از مواد ترکنده منفجر شده کمش 7 نفر را به هلاکت رساند. 10 نفر هم زخم برداشتند. بعد 3 ساعت در این باره برایتان معلوماتی بیشتر خواهیم داد. و مقامات تاجیکستان و ایران با ضرورت آسان و سریع کردن روند دریافت روادید برای اتباع دو کشور را تاکید میکنند. موضوع روادید بین دو کشور در قطار مسائل دیگر همکاری ها میان تاجیکستان و ایران در 4مین جلسه مشترک مشورت های کنسولی مطرح شده است. به موضوع روادید یا ویزا رو آوردن مقامات دو کشور در حال است که برخی از شهروندان میگویند با آنکه 1 سال اخیر گرفتن ویزا کمی آسان شده است، اما هنوز هم این روند مثل سالهای گذشته سبک و بی مشکل نیست. در برنامه امروز به این موضوع توجه خواهیم کرد. با گذشت 8 ماه از رسانه‌ای شدن شکایت یک عائله عبارت از 23 نفر در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی دارند، بحث آنها با جانب دیگر باز هم پیچیده تر شده است. یکی از طرف‌ها میگوید حکم دادگاه عالی تاجیکستان نیز مشکل را حل نکرد. این خانواده ماه مارس امسال گفته بود که یکی از نزدیکان منزلشان را از خود کرده آنها را در بیرون خانه گذاشته است. حالا خانه را به نفر دیگر فروختند و مالک نو از خانواده 23 نفری خواسته است که خیمه خود را کنند و حدود منزل او را ترک کنند. هر سه طرف به حق بودن خود پای فشاری دارند و دلیل پیش می‌آورند. چون و چرا را 3 ساعت بعد در اختیار شما میگذاریم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.